توی این ویدیو میخوام آموزش نصب در واقع کامپایلر C موسوم به GCC رو آموزش بدم. GCC در واقع مخفف گنو کامپایلر کالکشن هست که مجموعی از کامپایلرها رو شامل میشه برای دانلود در قسمت دانلود و باینریز رو انتخاب میکنیم. سیستم عامل مورد نظر ما فعلا میکروسافت ویندوز هستش. برای نصب GCC روی ویندوز میتونید از 3 تا از این برنامه ها استفاده کنید، ولی من WinGW رو پیشنهاد میدم. برای دانلود کنم باید روی این کلیک کنیم، یکم صبر میکنید دانلود شروع میشه، یا اگه عجله دارید روی این کلیک میکنید و فایل رو ذخیره میکنید. این فایلی که دانلود کردیم بازش میکنم و در واقع اینستالر برنامه WinGW هست. چون من اینو قبلا نصب دارم توی پوشه دیگه من اینو نصب میکنم، ولی شما مسیر رو تغییر ندید. WinGW2 اوکی. ادامه شروع میکنه فایلایی رو در واقع دانلود کردن. خب مثل اینکه کارش تموم شد و این هم محیط منبع. ما اینو میخوایم، پس این رو به اون علامت میزنم. برای نصب در واقع C++ کامپایلر هست که شامل کامپایلر C هم میشه GCC و از منو اینستالیشن اپلای چنج رو میزنم و شروع میکنه در واقع این کامپایلر رو دانلود کرده. خب داره نصبشون میکنه، در واقع داره اکسترکشون میکنه. این کامپایلر شامل یه سری کتابخونه ها، یه سری فایل های هدر، یه سری در واقع فایل های باینری میشه که توی اون مسیر که WinGW نصب میشه این فایل ها همه موجوده. خب این رو الان ما نصب داریم توی C و WinGW2. اینجا فایل ها نصب شده. توی پوشه باینری میتونید شما GCC رو پیدا کنید و G++. GCC کامپایلر C هست، G++ برای C++ استفاده میشه. خب حالا باید اینو تست کنم. یه دونه ترمینال باز میکنم ببینم که آیا نصب درست انجام شده یا نه. W2 پوشه بین و GCC. برای که ببینم از چه نسخه‌ای دارم استفاده میکنم یه ورودی بهش میدم و میبینید که داره درست کار میکنه. شما برای اینکه هر بار این رو ننویسید و کوتاهش کنید بهتره که این آدرس رو اینجا edit system environment variable توی قسمت پچ سیستمتون رو اضافه کنید. من این رو ویرایش میکنم و آدرس جایی که نصب شده در این قسمت میذارم. این رو اینجا این نیو میزنم و این آدرس رو در اینجا میذارم. اوکی. و بعد از یه بار ریستارت یا بستن و باز کردن در واقع CMD شما میتونید به محتویات اون پوشه به صورت مستقیم دسترسی داشته باشید و دیگه لازم نباشه آدرس کاملش رو بزنید. به همین سادگی.